ماشاءالله. Türk dilinden medrese. Türk dilinden medrese. Türk dilinden medrese. قربانی میگیره و ضربه که با پای چپ میزنه و توپ بیرون. ضربه بلند جروسیان. توپ در زمین تیم استقلال تهران نصیب سرخپوشان تراکتور شده. حالا ارسال به زمین تراکتورسازی، توپ به دست بازیکن استقلال برخورد کرد و آقای زرگر هم خطای هند بازیکنان استقلال رو اعلام کرد. کارشناس تربیت بدنی و کارمند هلال احمر هست آقای زرگر که به کار قضاوت هم میپردازه. اینجا بود که ضربه سر نادری برخورد کرد به دست علی قربانی. حسینی ارسال بلندش رو انجام میده. توپ در میانه میدان در اختیار بازیکنان استقلال هست. باز هم حسینی ارسال بلندی که انجام میدن. باز هم برگشت رو از بازیکنان تیم تراکتور و این بار استقلالی ها توپ رو گرفتن. اعلام خطا نمیشه. پرتاب برای تیم تراکتورسازی تبریز هست. چهره داریوش شجاعیان رو ملاحظه می‌فرمایید. حالا باز هم بازیکنان تراکتور و این بار اعلام خطا. این بار آقای زرگر دفاع کردن، موقعیت‌های مناسبی رو داشتن اما گلی رو به ثمر نرسوند. موقعیت برای بازیکنان استقلال و این ضربه‌ای که از کنار دروازه به بیرون میره. هر دو تیم یعنی تیم تراکتور استقلال هم 18 گل زده در این فصل دارن و تعداد مساویاشون هم برابره. باید ببینیم آیا تعداد گل‌های زده دو تیم در این مسابقه افزایش پیدا میکنه یا نه. احسان پهلوان حرکتی رو از سمت چپ آغاز کرده. خود احسان پهلوان به استقبالش اومده وریا غفوری و همچنین داریوش شجاعیان و